میزان غلظت هوا، دانسیته هوا چقدره؟ اگر یک ذره اپسیلون کمتر یا زیادتر باشه، نه پرندگان میتونن بپرن، نه هواپیما میتونست پرواز کنه. فکر کنید چرا پرنده بر نیروی جاذبه تسلط پیدا میکنه با حرکت بالهاش. از یه حشره پرنده ریز که از دیدنش مشکله، بسیار ریزه، تا عقاب ها، ببین چه راحت از زمین بلند میشه و این نیروی جاذبه نیست. چرا نمیتونه مانع پروازش بشه؟ برای ما هم جاذبه هست، ولی ما هرچی هم دستمون حرکت بدیم نمیریم بالا. ولی پرنده با حرکت بالش از زمین و از نیروی جاذبه غلبه میکنه و میره بالا. هواپیما تونسته به شکل دیگه‌ای، نه بر علیه جاذبه، هنوز اونو کشف نکرده. دانشمندان هنوز در ابتدای راه هستن. اما سفینه هایی که میاد از فضا، یوفوها، اینها بر بسیاری از نیروهای موجود در طبیعت غلبه کردن، اینها رو میشناسن و مثل اون پرنده از تکنولوژی استفاده میکنن که میتونن جاذبه رو خنثی کنن و با سرعت‌های حیرت انگیزی حرکت کنن. کسانی که خلبانایی که گزارش کردن از حرکت یوفوها، بعضیشون گزارش کردن که اینو تو اینترنت هست و دیدیم شنیدیم که یوفوها، یک خلبان بسیار عالی مقام آمریکایی که تو تلویزیون صحبت میکرد، میگفت که سرعتشون برای ما قابل تصور نیست، خارج از درک ماست. سرعت جابجایی یوفوها حیرت انگیزه. چرا؟ مثل همون پرنده است. یه پرنده ببین به چه سرعتی حرکت میکنه. شما پرنده هایی دید که وقتی با اتومبیل دارید تو جاده سریع حرکت میکنید، یه پرنده میاد سریع از جلو اتومبیل شما رد میشه. شما مثلا بالای 100 کیلومتر داری با اتومبیل حرکت میکنید، پرنده طوری از جلو شما رد میشه که به شما تصادف نمیکنه. شما نمیتونید فاصله کمی که عبور میکنه اینو بهش بزنید. اگر رو به رو بیاد برخورد میکنه با اتومبیل، مثلا حشره ها، پروانه ها، این چیزا. ولی پرنده که میبینه ماشین رو، میاد سریع از جلو ماشین رد میشه و شما با اون سرعت هم که دارید میرید بهش نمیخورید. اعجاز آفرینش. آیا اینا رو اتفاقات طبیعی امکانات بهشون داده؟ بهشون آموزش داده چجوری ضد جاذبه حرکت کنن؟